پشت سر کسی حرف نزن. شاید فکر کنی که فقط داری یه حرف ساده میزنی، یه درد دل میکنی، اون وقت تموم میشه میره. نه، مردم حرفی که درباره اون آدم زدی رو نمیشنون، دارن شخصیت تو رو برانداز میکنن. با خودشون میگن اگه امروز پشت سر اون آدم حرف میزنه، فردا حتما پشت سر منم حرف میزنه. اون وقت اعتماد با غیبت و بدگویی آروم آروم از بین میره. ببین، آدما شاید به رو چیزی نگن، ولی از همون لحظه به بعد تصمیم میگیرن دیگه باهات حرف دلشون رو نزنن، رازاشون رو در میون نذارن. اون وقت یه فاصله نامری باهات نگه میدارن، چون هیچکی از کسی که امنیت روانی دیگران رو حفظ نمیکنه باش احساس امنیت نمیکنن. اگه واقعا از کسی ناراحتی، شجاعتشو داشته باش و باهاشون حرف بزن، با خودشون حرف بزن، نه با بقیه. عزیز دلم، یادت باشه آدمای بزرگ اعتبارشون رو با خراب کردن اعتبار دیگران نمیسازن. برعکس، اونقدر قابل اعتمادن که مردم مطمئنن حتی وقتی حضور ندارن آبروشون پیش اون آدم حفظ میشه. همین ویژگیه که آدما رو محبوب، محترم و موندگار میکنه.